ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак тақрибан баъд аз як моҳ дар кишварҳои осиё бозиҳои лигаи чемпионҳо шурӯъ мешаванд. тавре огаҳӣ доред, тағйирот дар мавсими нав хеле ҷиддӣ аст ва зиёд ҳам ҳаст. минбаъд дастаҳо дар ду гурӯҳ дар лигаи чемпионҳои осиё ширкат меварзанд ва яке бо номи лигаи бартари чемпионҳои осиё ном бармешавад. инро ба тоҷикӣ мо гуфтем AFC Champion League Elite ва қисмати дигараш ин лигаи чемпионҳои осиё 2 аст ки дар он ду дастаи Тоҷикистон ширкат меварзанд. чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе ва барандаи медалҳои нуқраи чемпионатамон дастаи Равшани Кӯлоб. аз ин ро чанде пештар қуръакашӣ дар Куала-Лумпур дар он ҷое ки конфедератсияи футболи осиё мавқеъ дорад гузаронида шуд ва дастаҳо аллакай тавонистанд ки он клубҳое ки дар муқобили онҳо бозӣ мекунанд дарёбанд. ба ҳамин хотир имрӯз мо дар барномаи авваламон ки ба ин мавзӯъ бахшида мешавад сармураббии дастаи Равшани Кӯлоб Масъуд Назарзодаро мо даъват кардем. хуш омадед ба барномаи мо. хеле хушҳолам ки шумо таклифи моро қабул кардед ва ба ин ҷо омадед. хуб, чӣ гуна аст лигаи қаҳрамонои осиё 2 ва тавре аллакай мо гуфтем Равшани Кӯлоб дар гурӯҳи А бозиҳояшро шурӯъ мекунад. пеш аз ҳама дар ин бора من ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. عرض کنم خدمتتون که خب با یک نگاهی به اسامی تیم ها در همین لیگ 2 آسیا که میگن که من این لیگ 2 آسیا رو اصلا قبول ندارم اسمشو، به خاطر اینکه وقتی شما یه نگاهی به این اسامی تیم ها میکنید میبینید که تیم هایی که در این لیگ قرار دارن به نام لیگ 2 آسیا خیلی از این تیم ها توانایی بازی و عرض کنم مبارزه در لیگ نخبگان هم در لیگ که آسیا رو دارن و بنابراین نمیشه گفت که این تیم این گروه و یا این تیم ها ضعیفتر از لیگ نخبگان آسیا هستن. من داشتم تیم ها رو بررسی میکردم، نگاهی به تیم ها میکردم، دیدم که خیلی از این تیم ها به راحتی میتونن در لیگ 1 آسیا و نخبگان به اصطلاح خیلی مبارزه بالایی با این تیمایی که خب نامی هستن، به نام هستن انجام بدن. از جمله همین تیم سپاهان و تراکتور، نصراف‌آرشی، شباب، شارجه، خیلی تیمای دیگه، الوکره، بانکوک، خود استقلال و از همه مهمتر روشن کلاب که خب امسال میخواد نشون بده که واقعا توانایی اینو داره که در تیم‌های بزرگ آسیا هم خودشون نشون بده. در حقیقت شما درست میگید. من فکر میکنم که اینجا همه قهرمان هستند، قهرمان‌های کشورهایشون هستند و میتوانند که در لیگ برتری، یعنی لیگی که الیت که ما گفتیم امروز ما گفتیم که شاید لیگ برتری قهرمان‌های آسیا بگوییم بهتر است. نخبگان در ما خیلی کم تر در استفاده می باشد. از این خاطر در این بوره لیگ قهرمان‌های آسیا 2 این گروهی دسته‌هایی هستند که از نگاه رده‌بندی جهانی کمی پایان هستند و از این رو این گونه جایگیر شدند. خوب طرز گذراندنشون هم دیگر است. دوستان گرامی، اونایی که امسال لیگ چمپیون‌های آسیا تماشا میکنند دو شکل گذراندن مسابقات است. گروهی این لیگ چمپیون‌های آسیا 2 و لیگ برتری چمپیون‌های آسیا در دور بازی‌ها رو برگزار میکنند، یعنی 12 دسته که اینجا قرار دارند در غرب آسیا بین خود مثل مثلا چمپیونی تاجیکستان دوری بازی میکنند و بعدا 8 دسته به بازی‌های حذفی میروند و همین طریق ادامه می‌یابد. شما این رو خواهید دید. اما در لیگ چمپیون‌های آسیا 2 که در اونجا دسته‌های استقلال دوشنبه و هم رفشن هستند، اینجا بازی‌ها در گروه‌ها صورت می‌گیرند. به همین ترتیب وقتی که قرعه کشی برگزار شد، دسته رفشن کلوب به گروه آ وارد شد که در اونجا دسته‌های الوقره قطر، همچنین تراکتور ایران، موهون بگن هندوستان و رفشن جایگیر شدند. رفشن کلوب ناگفته نماند که بازی اولین خود را در سفر می‌گذراند و این روز 18 سپتامبر است با هندوستان سفر میکند و با موهون بگن قوا می‌آزماید. خوب، این گروهی که رفشن کلوب امروز حضور دارد آن را چگونه بررسی میکنید؟ فکر شما چگونه است؟ اینجا دسته ها برابر هستند یا که باز پرقوت‌ترش الکی؟ من دیدم که شما تراکتور ایران رو هم نام بردید. بله، از کنم که خب همونجور که خدمتتون عرض کردم تیم‌ها همه قوی هستند. ما نمیتونیم بگیم در این دسته هستیم خب این دسته ضعیف است ما راحت‌تر هستیم یا دسته دیگر. وقتی اسامی تیم‌ها رو نگاه می‌کنید، نام تیم‌ها رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که همه تیم‌ها برای قهرمانی اومدن و ادعای قهرمانی دارن. ما به نظر من، حالا شاید چون من با تراکتور کار کردم آشنایی بیشتری نسبت به تیم‌های دیگه با تراکتور دارم. من حدود 5 سال در تراکتور بودم و
البته بازیکن‌ها همه عوض شدن، علیس شدن، ولی خب من در جریان کار این تیم هستم، بازیاشو پیگیر هستم، بازیاشو میبینم مرتب و امسال هم که شروع کردن لیگو در بازی اولم خب کاملا دقت کردم، نگاه کردم بازیشو، دیدم که امسال تیم بهتری نسبت به سالهای گذشته آماده کرده و شاید به جرئت میشه گفت که حتی مدعی قهرمانی اول هم است در ایران. تیم‌های دیگر هم بررسی داریم میکنیم، شروع کردیم بررسی تیم‌های دیگه. خود تیم تراکتور الان به نظر من 6 بازیگر ملی گرفته امسال و 4-5 بازیگر خارجی گرفته. ما هم باکنه همینجور، اونم 9 بازیگر ملی داره، عرض کنم که 6 بازیگر خارجی گرفته امسال برای این بازی‌ها و البته که دیگه اصلا از اون تیم‌هایی هستن که کاملا تیم میشه گفت که غیر قطری هستش. 9 بازیگر خارجی تیم ملی قطر، 9 بازیگر تیم ملی قطر. ما هم شکر خدا تیممون خوبه، ما هم تیمی هستیم که ادعا داریم در این گروه و دنبال این هستیم که بتونیم ان شاءالله نشون بدیم که قدرت واقعی فوتبال تاجیکستان، نه فقط فوتبال عرض کنم که روشن و کلاب را. خب این چگونه تئوری دیسودید؟ من میبینم که اینجا آمادگی شما رو ما هم پیشنهاد میکنیم. بازیگران نوی شما هم خیلی زیاد هستن. خوب در دسته منتخب تاجیکستان هم نفرانی هستن که در حجم رفشن کلوب بازی میکنن. خب ما تقریبا میشه گفت که در نیم فصل دوم بیشتر بازیکن‌های خارجیمون رو عوض کردیم. یعنی بازیکنایی که نتونستن در نیم فصل اول به ما کمک کنن، ما اومدیم به تعداد بازیکن جدید گرفتیم. داریم کم کم این بازیکن‌ها رو در طول به اصطلاح هفته‌هایی که در پیش داشتیم و در ادامه ان شاءالله اینا رو هماهنگ می‌کنیم با تیممون. از نظر بدنی یه مقدار پرابلم داریم اونها رو آماده می‌کنیم، شرایط خوب برسانیمشون با مربی از کنم که تیممون. من فکر می‌کنم که کم کم میتونیم با هماهنگی که بین بچه‌ها به وجود میاریم با بچه‌های تیم خودمون در بچه‌های فوتبالیست‌های تاجیکستان و بازیکن‌های خارجی بتونیم یه هماهنگی خوبی بینشون به وجود بیاریم و آماده بشیم برای مسابقات. خب از اون بازیگرانی که بودند و رفتند از شما کی رو شما نمی‌خواستید که برود از تیم، از دسته رفشن رفتند؟ خب ما از بازیگر خارجی که خب در جریان هستیم که اونها که رفتن نتونستن به ما کمک کنن و ما خودمون هم مایل بودیم که قراردادشون رو فسخ کنیم برن. بازیکن‌های داخلیمون هم یکی دو تا از بازیگرامون رفتن که خب این نظر حالا باشگاه بود که نباشن، نظر کمیته فنی باشگاه بود که این بازیکن‌ها رو نتونیم دیگه به اصطلاح در تیم داشته باشیم. ما اون کسایی که گرفتیم در به اصطلاح نیم فصل دوم به نظر من بازیکن هستن که از نظر فنی و از نظر شخصیتی، چون خیلی برای ما مهمتر از نظر فنی هستش، اخلاقی و شخصیتی، اونا بتونن به تیم کمک بیشتری بکنن و بازیکنایی که رفتن بازیکنایی بودن که ما ازشون راضی بودیم، ولی خب به لحاظ فنی شاید اصطلاح با تیم کلاب هماهنگی لازم نبود. خب بازیگران نو، من اینجا بازیگران نوی شما رو میتونم بگویم. امیرجان سفرов اومد، کریستیان موچیچ، اندری مارکوویچ، ایساک سیدیک камол، салам ашармумадов، جمشید مقسومов، матич کوچکو، давид بوتور. اونها در کدام حالتی ورزشی قرار دارند؟ من دیدم که در بازی اخیری که با کلوب مرکزی ورزشی ارتش شما داشتید بعضی از این بازیگران به میدان اومدن. ما همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما بازیکنایی که گرفتیم یه چند تا از بازیگر ما، 2-3 بازیگر ما هنوز از نظر بدنی آماده نیستن. ما داریم به اینا رو کار میکنیم. مثلا ما با برنامه مربی عرض کنم که تیم داریم برنامه‌ریزی میکنیم که اینا رو تمرینات اضافه کنیم، برنامه اضافه کنیم تا اینا به تیم برسن. چون ما نمیتونیم همینجور به بازیکنی که میگیریم و آمادگی 100% نداره، 100% نداره در تیم جا بدیم و اون بحث هماهنگی ما به هم بخوره. چون اصل ما داریم الان روی بازیکنایی که از نظر بدنی کمی عقب‌تر از تیم هستن، رونا داریم هماهنگی‌ها انجام میدیم، کار میکنیم، برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم به کمک مربی انجام میدیم تا ان بازیکنان به تیم اصلیمون اضافه بشن. خب دیوید موتور پیشتر در رفشه بود و بعدا به استقلال گذشت. یک فوتبال بازی بسیار با تجربه است. حالا گمان می‌رود که او از دیدگاه جسمانی کمی ضعف هم دارد. این درست است یا که نه؟
خب قبل از اینکه به ما اضافه بشه مامتو یه چند روزی رو شاید حدوداً 10 روزی رو از تمرینات دور بودش و ما با صحبتایی که باشون کردیم ایشون گفتن که به خاطر خب همین مسائل مشکلاتی که داشتن نتونستن خوب تمرین کنن. ما برنامه کامل براش چیدیم، یه برنامه‌ریزی خوب کردیم برای مامتو و یکی دو تا دیگه از بازیکنامون که داریم بر اساس اون برنامه پیش میریم. تمرینات جداگانه براشون گذاشتیم برای مامتو و این بازیکنان. همونجوری که شما فرمودین از نظر بدنی و فیزیکی اینم سریعا برسونیم که بتونیم در بازی‌های مهم و که در پیش رو هست استفاده کنیم ازشون. خب من می‌بینم که اینجا نام‌های اروپایی هم هستند. اندری مارکوویچ، خوب ایساک صدیق کمال شاید این از آسیا باشه. آفریقا هستن. از آفریقا هست. بله. از آفریقا. اینا در کدام اولاد قرار دارند؟ خب آندره که خوشبختانه از نظر فنی برای ما خیلی قابل قبوله و از نظر بدنی هم عرض کردم ما متاسفانه وقتی نداشتیم که زودتر بازیکن بگیریم و اینا رو آماده کنیم، هماهنگ کنیم با بچه‌ها. حال به خاطر مشکلاتی که به وجود اومد که شما هم در جریان هستین جای گفتنش نیست، ولی من میدونم الان شاید تعدادی از مخلصای ما وقتی این بازیکن‌ها در نیمکت میشینن و بازی نمیکنن شاید براشون این سوال پیش بیاد که خب چرا بازیکنی که آوردیم بازی نکردن. مثلا من با خود بازیگران صحبت کردم چون این اخلاق من هستش در مربیگری. جدا از اینکه تیمی کار میکنیم به صورت فردی هم با بازیکن‌ها صحبت میکنم و مشکلات فنی و فیزیکشون رو بهشون توضیح میدم. اینا داریم آمادهشون میکنیم. من نمیخوام بازیکن بیاد با 50% 40% آمادگی بیاد در زمین و نتونه اون کیفیتش رو نشون بده و از کنم که هم برای خودش هم برای تیم مشکل ایجاد بشه. داریم اینا رو آماده میکنیم تا کیفیت 70-80 تا 90% رو بتونن نشون بدن. باید به ما وقت بدن ما بتونیم بازیکن‌ها رو آماده کنیم برسونیم به شرایط نرمال. یعنی شما گفتنی هستید که این بازیکنانی که انتخاب شدند پذیرفته شدند از جانب شما هم پذیرفته شدند، یعنی یا که انتخاب کردید و شما معلومات بیشتری نداشتید درباره اونها؟ نه خب اینا بازیگرایی بودن که وقتی ما صحبتشون کردیم با کمیته فنی باشگاه و مدیریت باشگاه گفته شد که این بازیگر میخواد بیاد. چندین بازیگر مورد نظر بود از ایران از کشورهای دیگه و ما این بازیگرا رو بررسی کردیم، صحبت کردیم، بعضیاشون رو فیلم‌هاشون دیدیم، بعضیاشون هم من خودم شناخت داشتم و عرض کنم که تصمیم بر این شد این بازیگرا بیان. آمدن ما یکی دو جلسه هم روی بحث فنیشون دقت کردیم، روی بحث همون فیزیک که شما فرمودین از نظر بدنی دقت کردیم. بحث فنیشون خیلی به نظر ما خوب اومد، دیدیم که از نظر فنی میتونن به ما کمک کنن. از نظر فیزیکی خب یه مقدار بعضیاشون مشکلاتی داشتن، عقب بودن یا همون مشکلاتی که خود ما داشتیم نتونستیم زودتر کارو شروع کنیم. این کمک کرد به ما که به اصطلاح این کمیته فنی و خود مدیریت باشگاه و نظرات مربی‌ها کمک کرد که ما بتونیم نفراتی که جذب کردیم و با آگاهی کامل بگیریم. با این تیم و این حیاتی که شما حالا دارید در لیگ قهرمان‌های 2 در گروه A که ما میگیم آی که میگن و چیز دیگر ای تا کجا روشن میتواند هنری زیبا نشان دهد تا کدام موقعی را اشغال کند در گروه؟ ببین نظر شخصی خود من این است که من هیچ وقت نه خودم و نه تیمم ضعیف نگاه نمی‌کنم. من هیچ وقت این چیزا قبول ندارم. روی اسما شاید من بگم آقا این تیم تراکتور است، این تیم الوکر است یا هر تیم دیگری، ولی من به تیمم اعتماد دارم، من به بچه‌هام اعتماد دارم، به کسایی که پشت این هستن، مخلصامون. چون یکی از فاکتورهای مهم یا شاید بشه گفت که مهمترین فاکتور برای یک تیم مخلصاشن، اونایی که میان حمایت میکنن از تیم. شما در مخلصای ما رو در لیگ داخلمون دیدین که چطور پشت تیمشون هستن. اینا وقتی در آسیا بیان 100% میان و کمک زیادی به تیم ما میکنن. من به نظر خود من با شناختی که از تیم‌ها دارم، از شروع کردم از دیروز تقریبا
آنالیز تیم ها رو به دوستانم سپردم در هندوستان، در ایران و عرض کنم که در قطر هماهنگ کردم، صحبت کردم، داریم بررسی میکنیم تیم ها رو. من تیم خودم و تیم خوبی میدونم، بچه‌هامو میشناسم. این بچه‌ها من روزی که تیم ملی تاجیکستان در چیز بازی کردن، در آسیا بازی کردن، بله بازی کردن، خیلی‌ها گفتن که تیم تاجیکستان شاید نسبت به تیم‌های دیگه ضعیف‌تر باشه. شاید خیلی تیم‌ها هم خوشحال شدن که تاجیکستان در گروه اینا هستن. ولی من یه چیز به دوستان همیشه صحبت می‌کردیم، گفتم که تاجیکستان یه چیز داره که خیلی از این تیم‌ها ندارن. اونم میل به خواستن کشورشون رو خیلی دوست دارن. بچه‌های تاجیکستان خیلی تعصب دارن. بازیکنی که تعصب داره به تیمش، به کشورش، به فوتبال کشورش، شما مسلم بدونین اون تمام وجودش رو میذاره، با تمام توانش بازی میکنه. شما اینو در تیم ملی دیدید که چطور با حالا روحیه‌ای که از پرزیدنت محترم، از جناب والی گرفتن، چطور رفتن و چطور بازی کردن. من فکر کنم که این بچه‌ها با تمام وجود برای نام تاجیکستان بازی میکنن، نه نام فقط کلاب و نام روشن کلاب. تشکر زیاد. دسته روشن کلاب در قهرمانی تاجیکستان یا چمپیونات تاجیکستان او در زینه پنجم است. اون در جای خود است یا که بتواند بهتر باشد، دوم باشد، نمیدونم یکم که ما میدونیم که بسیار اینجا سنگین است. ما تیممون از نظر فنی مشکلی نداریم. من نظر شخصی خود من است و اون کارشناسای فوتبال که دارن تیم میبینن، من چون از دوستان دیگه هم همیشه صحبت میکنم درباره تیم، اطلاعات میگیرم، اینا سعی میکنم که هر چیزی که نیاز تیممه از دوستانی که فوتبالی هستن بپرسم. به نظر من این تیم توانایی داره که خودش رو تا رده دوم برسونه. من شاید بگم رده اول سخت باشه، باید یه جو واقع بین باشه. مربی باید حتما بر اساس واقعیت و چیزهایی که وجود داره قضاوت کنه. به نظر من ما میتونیم توی دوم جدول خودمون رو برسونیم. خب شما که با حیث سرمربی این دسته اومدید، دسته تقریبا 8 بازی گذرونید و شما یک مساوی، یک باخت از استقلال و دیگر بازی رو با منفیت خود انجام دادید. یعنی که روشن بازی خوب کردن شما از این هم بهتر بازی کردن میتونه. بله، من خودم همین به اعتقاد دارم به حرف شما که روشن توانایی اینو داره که با اضافه شدن بازیکن‌های خارجیشون، آماده شدن اینا، بهتر از این هم خواهد شد و توان این داره که خودشو به سریعا به بالای جدول برسونه. مشکل راه را آسان کردن می‌خواهید؟ پس از نوع‌های گوناگونی мотоцикл‌های ما بخرید. سال براری ششم 2024 замонавӣ ва камхарҷ аз моделҳои маъруфи кишвари Эрон ва Афғонистон. қувватнокиашон аз 1.5 то 3 куб, нарх аз 10 то 14 ҳазор сомонӣ. барои маълумоти дақиқ ба телефонҳои 922 05 21 11 ба мо дар тамос шавед. خب شما درباره حریفان دسته برمیگردیم به لیگ چمپیون ها، حریفان خوب صحبت کردید. من میبینم که الوقت هنوز سالهای 1998 و 99 و 2000 و 2001 عنوان قهرمانی رو به دست آورد و بعد از این دستاوردش اونقدر خوب نیست، اما دسته قطر بسیار پرقوت است. شما بغیر از اون که روشن رو از گروه برای صعود کردن به دورهای حذفی میبینید، باز کدام دسته میتواند با روشن به دور دیگر گذارد؟ من قدرت اول این گروه، شاید مثلا تیمی که خیلی آماده است امسال و من کامل رو شناخت دارم، تراکتور میدونم. بله. چون من میگم اون شناختی که نسبت به تراکتور، نسبت به حالا بازیکناش دارم، میدونم که امسال 6 بازیگر 5 بازیگر از پرسپولیس گرفته، دروازه‌بان تیم ملی ایران گرفتن، یک دو سه بازیگر تیم ملی ایران اضافه کردن به خودشون، چون دو سه بازیگر از پرتغال و از کنم کشورهای صاحب فوتبال گرفتن. من تراکتور رو بهتر از تیم‌های دیگه می‌بینم. فکر می‌کنم که امسال اگر ما بخوایم یکی از رقبای خیلی سرسخت خودمون رو تو گروه حساب کنیم، تراکتور هستش، بعد الوکر هستش. البته موهان هم با اون شرایطی که گفتم، خب بازیگر ملی و خارجی، بیشتر خارجی داره. بله. میشه گفت موهان اصلا تیم هندی نیست.
بله درست است. موهون باگان تیم هندویی نیست، اما در ترکیبش بسیار بازیگران با از نگاه کیفیت فنی بلند بازی میکنند. ولی میخوام بگم که 6 مرتبه عنوان چمپیونی رو در هندوستان دارو است. جایهای دوم و سومش خیلی زیاد هستند و این رو هم از مد نظر بیرون گذاشتن نشاید. بازی اولی شما با موهون باگان است. ما اینو 100% قبول دارم که موهان هم امسال آماده شده، با ترکیب جدید میاد، با بازیکن‌های جدید میاد و اونم من البته اینو خدمتتون بگم، وقتی شما وارد همچین مسابقاتی میشین همه رقیبا سختن. ما رقیب آسان نداریم. شاید بگیم مثلا این از این قوی‌تر، از این از این زورتر، ولی به نظر من با نگاهی به جدول که میکنی میبینی که همشون برای خودشون آماده کردن برای قهرمانی و منم شاید اینو به جرئت بگم که ما خودمونم میتونیم مدعی باشیم. من نمیتونم بگم که با روشن کلاب نمیتونیم در این گروه مدعی باشی، اصلا در لیگ 2 آسیا مدعی نباشه. من هر جا باشم مدعیم. بسیار خوب، بسیار عالی. میخوام باز یک سوال دیگر رو شما بگم که امروز از نقطه نظر شما، چون من با شما گفتم که شما خیلی دیر با این منصب سرمربیگی اومدید، اما باز اینجا اختلافات هم بودند که مربیان دیگر می آیند و اینجا مربیان دیگر دسته رو با لیگ چمپیون ها میبرند، اما با همین خلاصه آمدند که خود شما بهتر هستید چون که دستاوردهایتون هم بهتر است. چه چیز رو مثلا کدام خطی روشن به نظر شما کمی هم ضعف دارد، بازیش ضعف دارد، چی تغییراتی کردنی هستید؟ ما در زمانی که به تیم اضافه شدیم خب دوستانمون کار کردن رو تیم، بدنسازی کردن، از نظر فنی بازیکنایی که مخصوصا جذب کردن. من نگاهی که کردم به آمار تیم دیدم که تیم ما از نظر خوردن گل وضعیت خوبی نداره، یعنی گل‌های خوردهش بسیار زیاد است. در بازی‌ها که داشتیم 3-0 گل‌های زیادی خورده بودن تیم. شاید این حالا میگم من نمیتونم روی مربی دیگه قضاوت کنم، کار کردم، برنامه‌ریزی کردم، باید از اونها پرسید که چرا اینجور شده بود. ولی من با یک نگاه اجمالی به تیم دیدم که روی این مشکل من باید حتما کار کنم. اومدیم روی بحث دفاعی خیلی کار کردیم. ما در 8 بازی که گذروندیم من به نظرم 2 گل خوردیم. بله 2 گل خوردیم که شاید مثلا حالا اون یه گلی هم که از نقطه پنالتی خوردیم. بله. 2 گل خوردیم، یعنی این آماری که ما داشتیم در 8 بازی بله. آمار بسیار خوب بود. بله. ما اومدیم این ضعف رو برطرف کردیم. در بحث حمله ما یه سری مشکلات داشتیم و الان هم داریم رو همین کار میکنیم. تو بحث گل زدن یه مقدار بازیکنامون مشکل داشتن، سعی کردیم این خطمون رو تقویت کنیم. الان شما اگر نتایج نگاه کنین تقریبا در نیم فصل دوم ما روی ضعف خط حمله‌مون هم خوب کار کردیم، تونستیم گل‌های خوب به ثمر برسونیم. بله حالا 16 بر 11 هست، فرق 5 گل است. یعنی شماره گل‌هایی که سر بودین کمتر بود و حالا حمله‌گران بیشتر گل می‌زدند و بهتر شده است. بله. 6 غلبه دارد، 6 مساوی، 2 باخت همگی. یعنی این نتیجه دلخوش کننده هم هست. بله. و اکنون ما میخواهیم که در مقابل موهون باگان که اولین بازی شما هست، شما رو از اونجا با استقبال پیروزیتون اینجا در دوشنبه استقبال کنیم. شما این نظر رو چگونه توضیح میدید؟ با خود مخلصان رو میبرید با هندوستان یا نه امکان دارد رفتن کلوب که مخلصان رو هم با اونجا برد؟ برای این کار حتما مدیریت باشگاه برنامه‌ریزی کردن، چون خود آقای غیرت خیلی دوست دارن که همیشه مخلصا با تیم باشن، علاقه خاصی دارن و ارتباط خیلی خوبی با مخلصا دارن. روی این برنامه حتما کار کردن، 100% روی این اصطلاح برنامه‌ریزی میشه. روی بحث فنی هم ببینین همونجور که خدمتتون عرض کردم، من در آسیا 1 بار بودم، در لیگ قهرمانان آسیا 1 بار با تیم سبای ایران بودم، با تیم هلال عربستان بازی کردیم، با تیم الاهلی بازی کردیم، تیم پاختاکور بازی کردیم. اونجا من سرمربی بودم. میدونم که کار سختیه.
و باید به قول دوستان لباس آهنی بپوشیم. چون من در مسابقه یه بار گفتم من همیشه دوست دارم که برنده باشم. من به بچه‌ها میگم بچه‌ها وقتی میرین در زمین دوست ندارم بعد از بازی ببینم کسی سر پایین میآید از زمین بیرون. دوست دارم وقتی از زمین آمدیم بیرون همه سرها بالا باشه. تمام وجودتون رو بذارین، با تمام توانتون بازی کنید. وقتی این کارو بکنید برنده میشید. یک جایی هم از آدم یه اتفاقاتی میفته نمیتونه جلوی اتفاقات بگیره. آدم شکست میخوره. ولی همیشه سربلند باشید. حتی وقتی که شکست میخورید. ولی من اینجا برای باخت نیومدم. نه من، نه بازیکنام، نه کلاب. تماممون آماده هستیم برای این مسابقات و میخوایم که نشون بدیم که ما هم هستیم. ما هم اومدیم بگیم که یه تیم دیگه از تاجیکستان داره میاد و با قدرت داره میاد. موفق باشد. ما هم در کنار شما هستیم. هر لحظه از خبرها و به بینندگانمون میرسونیم، نویگری های دست رو. چیز دیگری که میخواستم در این باره هم نظر شما رو فهمم، این در میدان خودی روشن کلوب برگزار نشدن بازی های لیگ چمپیون های آسیا است. تا کدام اندازه این میتواند به دست نمیدونم یکون ضعف رساند یا خود در کدام ورزشگاهی که نباشد در تاجیکستان باشد برای شما فرق ندارد، چون که میدانی که ولو روشن میخواهد در اونجا بازی رو قبول کند از روی معلوماتی که داریم اونجا برگزار نمیشود. خب من روی بحث استادیوم خودمون 100% حالا مطمئن نیستیم که نشود، ولی خب اگر در زمین خودمون بود، در استادیوم خودمون بود که مسلم شرایط فرق میکرد و اونجا آمدن مخلصا کاملا استادیوم پر میکردن. ولی من از یه چیز اطمینان دارم، در هر جای تاجیکستان ما بازی داشته باشیم تاجیکستان بازی دارد، نه روشن کلاب. مخلصا اونجا میرسن و خود کلاوی هم از هر جا باشن میآیند، هر جای تاجیکستان باشن برای این بازی خودشان را میرسانن در هر استادیومی. خب تشکر زیاد دوستان گرامی. اولو میخوام که اینجا برای ما همه گروه هایی که در غرب آسیا هستند پیشنهاد کنند. این گروه هایی که قرعه کشی شدند و من الکی به شما گفتم که در کوالالامپور رسم قرعه کشی بازی ها صورت گرفت. خوب گروه ا رو ما با هم تفسیر کردیم، اینجا در بورش حرف زدیم. خوب همین گونه‌ای که حالا ببینید اینجا بله این رفت قرعه کشی است و دسته چمپیون تاجیکستان استقلال هم با گروه اس وارد شد و اینجا بسیار هم گروهش خوب سنگین هم هست، اما اونجا سپاهان با شارجه دسته استقلال با دسته های امارات متحده عرب در نظر دارم بازی کرده است و ما میتوانیم که در حقیقت در همین یک اولین بازی های لیگ چمپیون های آسیا 2 یک نتیجه دلخور رو به دست آوریم. در برنامه آینده ما حتما درباره استقلال و تیاری اون و نظر کارشناسان درباره گروهش خواهیم گفت. و بعد گروه ب تعاون ایرفورس هلدیا التین اسیری ترکمنستان است. در گروه د گروه اس رو گفتیم شباب الاهلی است، نصف است، الحسین و کویت. اگر ما اینجا اگر همین طور نظر کنیم گروه د کمی هم باشد سالتر است یا که نظر شما چگونه است؟ این گروه ها 4 گروهی که والا هست برابر هستند؟ من میگم همه تیم‌ها تقریبا تیم‌ها مدعی هستند، ولی من فکر می‌کنم تیم استقلال و گروه ما سخت‌ترین گروه است. ولی گروه هر دو گروه ها بسیار پرزور هستند. خوب سپاهان، شارجه، استقلال، الوحدت. خوب در برابر الوحدت که حالا اینجا گمو می‌رود چیزی که هست باید که ما اینجا در 2 بازی غلبه کنیم. برای استقلال رو نظر دارم برای روشن کلوب باشد. در همه بازی ها طوری که شما گفتید برای شما یگان دسته پرزور اینجا نیست بغیر از تراکتور که ما میتونیم با تراکتور به دور دیگر بازی ها رویم. در حال من خدمتتون عرض کردم تیم‌ها همه خوبه و در گروه ما و گروه استقلال هم تیم‌ها تقریبا میشه گفت تیم‌های قوی‌تری هستن. خود همین تراکتور البکره و سپاهان و تیم‌های دیگه. به نظر من امسال بازی خوبی رو می‌بینیم از لیگ آسیا.
دوستان گرامی، البته ما از دسته‌های تاجیکستان بازی زیبا و مجلا رو انتظار هستیم، زیرا الکی در آسیا ما نشون دادیم که با دسته منتخب کشورمون که تاجیکستان فوتبالش پیشرفته است و تمامی اون کمبودی‌هایی که بودن برطرف شدند و تمامی شرایط‌ها الکی مهیا کرده شدند که دسته‌های فوتبالی تاجیکستان هم خود را در قاره آسیا زیباتر و جالبتر و مثلا پرقوت‌تر نشون دهند. با همین امید ما با من یک کلمه فقط بگویم آقا. بیاید که اینجا حالا من میخواستم با پایان رسونم، اما کلمه‌های ناگفته شما هست، من نپرسیدم، بگید. خواهش من تو تشکر کنیم از مربیایی که برای این تیم زحمت زیاد کشیدن، قبل از اومدن من این تیم رو تیار کردن، آماده کردن، برای این تیم زحمات بسیار زیادی کشیدن. تشکر ویژه کنیم ازشون و از کارشناسایی که میخوان در این مسابقات 100%. من میدونم که دوستان میان همراهی میکنن، کمک میکنن. خواهش میکنم ازشون که هر جا که نیاز است کمک کنن تا فوتبال تاجیکستان بتونه خودش رو بهتر معرفی کنه به دنیا و فوتبال تاجیکستان این شایستگی رو داره که بتونه در تیم‌های بالای آسیا قرار بگیره. شما الکی گفتید که نماینده‌های فرستادید که دسته‌ها رو بیاموزند و درباره‌شون معلومات دقیق به شما فرستند. بله بله. تشکر زیاد. البته دوستان گرامی، هر نفری که البته با دسته‌های ما هم مخلصی میکند، هم کمک میکند، هم از دیگه اقتصادی کمک میرسوند، همین رو هم باید گویم که این کار نیک است و این آبروی نفوذ فوتبال تاجیکستان است و هر یکی ما باید برای اون یگون چیز رو دریغ نداریم. برای شما مسعود نظرزاده برای اومدنتون بار دیگر تشکر. با دست روشن کلوب ما برور بخویم. امید داریم که در گروه جای اول رو میگیرد، اگر اول رو نگرفت حتما دویم رو میگیرد و با بازی‌های حذف راحت میگیرد. در همین جا دوستان گرامی، برنامه امروزه فوتبالی آسیا رو که مخصوص برای روشن کلوب بخشیده شد و با لیگ چمپیون‌های دو که امسال با همین نام این تعریضی می شود و ما و شما از جریان این واقعی ها باز توسط تلویزیون ورزش گزارش های مستقیم را خواهیم دید، برنامه های مخصوص را خواهیم دید. با شما خیر و خوش میکنم. خود را احتیاط کنید. خیر تا بازدید. شاد و پیروز باشید.